Erçel ve Barış Arduç'un yakın dostluğu. Günaydın. sen benden mi hoşlanıyorsun ya böyle peşimde؟ شایعه بسیار جنجالی و عجیبی راه افتاده که میتونه زندگی باریش آردوش رو از هم بپاشونه. با سلبریتی مثل همیشه همراه باشید برای شنیدن اخبار ویژه سلبریتی های ترکیه. هانده ارچل دوباره بر سر زبون ها افتاده، اما این بار کاملا به دلیل متفاوتی. روابط هانده همیشه با حواشی زیاد به همراه بوده، از رابطش با کرم بورسین که همبازیش بود و تمام طرفدارانشون منتظر خبر نامزدی این دو بودن، تا رابطش با هاکان سابانجی پسر یک خاندان ثروتمند در ترکیه که گفته میشه راضی به ادامه بازیگری هانده نیستن. رسانه‌های ترکیه اعتقاد راسخ دارن که هانده از این حواشی همچین هم بدش نمیاد و بعضی از این حاشیه‌ها رو خودش برای خودش درست میکنه که اسمش رو زبون‌ها باشه. اما این بار حاشیه و شایعه‌ای درست شده که اگر صحیح عذاب در بیاد یک زندگی مشترک نابود میشه و اون چیه؟ رابطه هانده ارچل و باریش آردوچ. بله، باریش آردوچ بازیگر خوشچهره و جذاب که سال 2020 با گوبسه اوزای ازدواج کرده. اتفاقا ازدواج پرحاشیه‌ای هم داشت. دلیلش این بود که طرفدارای باریش معتقد بودن که گوبسه به اندازه باریش زیبا نیست و چند سالی هم ازش بزرگتره. اما جزئیاتش رو من آخر ویدیو بهتون بگم، پس تا اونجا با من همراه باشید. اما رسانه‌های ترکیه که همیشه به حواشی بیشتر از متن می‌پردازن و حتی گاهی هم تا مرز تهمت زدن پیش میرن، ادعا کردن که بین هانده و باریش خبرهایی هست. دلیل این ادعای عجیبشون هم فیلم عاشقانه جدیدیه که این دو نفر نقش مقابل همدیگن و صحبت‌هاییه که بعدش با رسانه‌ها داشتن، یعنی فیلم به باد بسپار یا همون روزگارا براک. باریش گفته ما نزدیک 1 ماه با هم کار کردیم و هانده انسان فوق‌العاده‌ایه و ای کاش مدت همکاریمون طولانی‌تر بود و امیدوارم باز هم با هم همکاری کنیم. هانده هم تو گفتگویی گفته که دلم برای باریش تنگ شده و دوست دارم که ببینمش و این یک گفتگوی کاملا طبیعی هست بین دوتا همکاری که مدتی با هم سر صحنه فیلم برداری بودن. فیلم روزگارا براک قراره در روز ولنتاین تو نتفلیکس منتشر بشه، اما پیشنمایش اون در برلین بود که یک حاشیه چرب و چیلی برای رسانه‌های ترکیه داشت. دو بازیگر اصلی این فیلم در افتتاحیه اکران به عنوان دو همبازی و دو دوست صمیمی کنار هم در فرش قرمز حاضر شدن و موقع برگشت هم تو فرودگاه کنار هم دیگه بودن. حالا یه خبرایی به بیرون دست کرده و اون اینکه یه کارخونه معروف نساجی در ترکیه که هنوز اسمش فاش نشده در آستانه رونمایی از پروژه‌ای که هانده و باریش با هم درگیرشن. Yani 20-25 gün beraber çalıştık. Keşke daha uzun olsaydı. Müthiş uyumlu. Ona da diyorum. Görüşmek öyle oluyor efendim. Öyleymiş, evet. Vallahi çok özledim. Onu bir an önce görmek istiyorum. رسانه مذکور که همچین ادعای عجیبی کرده در ادامه میگه که تصویر این دو نفر یعنی باریش و هانده کنار هم انرژی خاصی داره و مخاطب رو درگیر میکنه. یکی از مجریان میگه که یه خبرایی بین این دوتا میتونه باشه و ما باید منتظر خبرهای جدید باشیم. اما مجری دوم این برنامه با منطق درستی میگه که هانده با وجود هاکان سابانجی در زندگیش همچین کاری نمیکنه و هانده به رابطش وفاداره. مجری سوم برنامه هم در تایید این حرف میگه که از اون طرف این مورد هم اشاره بکنید که باریش آردوچ هم هیچ وقت همچین کاری نمیکنه و به زندگی و ازدواجش و گوبسه وفاداره و خیلی عاقلانه و متین داره رفتار میکنه و همچین چیزی اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. اما چیز جالب اینه که اصرار مجری اول بسیار عجیبه. اون میگه اینجا رفتار و فکر اون دوتا اصلا مد نظر نیست. این چیزیه که مخاطب تشخیص میده و میطلبه. Ya bak, izleyici önemli. Hani bu dikkatli davranıyor. Dikkatli davranıyor diyor. Bak bu senin söyleyeceğinden çok daha çarpıcı bu dikkatli davranmasıyla onlar çok ben حالا به بهانه این ادعاها و صحبت‌های عجیب کاملا رواز که یادی بکنیم از جنجالی که مدت‌ها اسم باریش آردوچ رو درگیر خودش کرده بود. البته بهتره بگم اسم دو نفر رو، باریش آردوچ و الچین سانگو. باریش و الچین با نقش‌آفرینی منحصر به فردشون تو سریال کرال کاشک یا عشق اجاره‌ای طی 2 فصل تو سال‌های 2015 تا 2017 چشم‌ها رو به خودشون خیره کردن و اتفاقاً جزء نادر مواردی بودن که 2 بار متوالی جایزه پروانه طلایی بهترین زوج سریال رو دریافت کردن. باریش و الچین در نقش‌های عمر و دفنه نه تنها همه را از بازی قشنگ و عاشقانه خودشون حیرت زده کردن، بلکه قلب مخاطب‌ها رو هم تا مدت‌های مدید درگیر این عشق کردن، جوری که همه منتظر محقق شدن این عشق تو دنیای واقعی بین الچین و باریش بودن.
البته همه ما میدونیم که این یک اتفاق طبیعی هست که زوج هنری یه سریال به خاطر نقش آفرینی خوبشون بین طرفداران جوری محبوب بشن که اصطلاحاً اونها رو شیپ بکنن و با ساختن کلیپ‌های مختلف اونها رو به هم نسبت بدن. مثلا مثل هانده ارچل و کرم بورسین که البته هانده و کرم تو دنیای واقعی هم دچار عشق شدن، ولی این اتفاق هیچ وقت بین باریش و الچین نیفتاد. دلیل اصلیش هم پارتنر باریش آردوچ یعنی گوبسه اوزای بود که البته الان همسر باریش هست. طی یک نظریه خیلی عجیب و پرطرفدار، طرفداران سریال عشق اجاره‌ای تا به همین الان هم معتقدن که این دو بازیگر ته قلبشون هنوز به هم علاقه‌مندن و طی سریال عاشق هم شدن و گوبسه یعنی همسر باریش مثل یک مانع خیلی بد بین راه عشق این دو نفر نشسته. حتی پا رو فراتر گذاشتن و گفتن که باریش از سر اجبار و طی یک قراردادی مجبور به ادامه رابطه با گوبسه شده و نهایتاً مجبور به ازدواج با اون شده. دلیلشون هم برای این ادعا اینه که چون گوبسه باعث رشد و ترقی باریش شده، اون هم به عنوان ادای دین حاضر شد که باهاش رابطه رو ادامه بده. البته باید خاطر نشان بکنم که این قسمت از ماجرا صحت داره که گوبسه اوزای بازیگر، نویسنده و کارگردان خیلی قدری هست و مسیر رشد و پیشرفت رو برای باریش هموار کرد و کلا باریش ستاره شدنش رو یه جورایی مدیون همراهی و کمک‌های همسرش هست، ولی اینکه صرفا به خاطر کمک‌های گوبسه و مدیون بودنش بخواد تو رابطه بمونه و حتی باهاش ازدواج بکنه و ازش بچه دار بشه تعبیر بسیار غیر منطقی و غلطی هست. جالب اینجاست که رسانه‌های ترکیه هم به طرز ناشایستی به این قضیه دامن میزنن. مثلا تو یک برنامه مجری با حالت قرضداری از باریش که کنار همسرش نشسته میپرسه آیا تو احساس خوشبختی میکنی؟ باریش هم پاسخ میده بله، ولی مجری باز مصرانه میگه اینطور به نظر نمیاد. یه چیز جالب که باید بدونید اینه که باریش و الچین به خاطر این حواشی بسیار داغ مجبور شدن رابطه‌شون رو با هم خیلی کم کنن و با وجود دوستی خیلی عمیقی که دارن مدت هاست که همدیگر رو ندیدن و حتی عکسای مشترک زیادی از زمان همکاریشون تو پیجشون وجود نداره. از طرفی خیلی از طرفداران منصف هم به این قضیه اشاره میکنن که گوبسه اوزای به غیر از اینکه بازیگر بسیار خوبیه، همسر خیلی خوبی هم برای باریش آردوچ هست و اتفاقا باریش خیلی خوشبخته که با زن پر انرژی و بامزه‌ای مثل گوبسه ازدواج کرده. گوبسه همیشه خیلی حمایتی برخورد میکنه. حتی تو شب گالای فیلم مشترک باریش و الچین به اسم زمان خوشبختی گوبسه هم حضور داشت و در پاسخ به سوال خبرنگارها که پرسیدن آیا این شایعات که میگن الچین و باریش خیلی به هم میان تو رو اذیت نمیکنه، گوبسه هم در کمال تعجب و با همون لحن شوخ همیشگیش گفت نه من ناراحت نمیشم. واقعیتش حتی از نظر خود من همون دوتا خیلی به هم میان و شیمی خوبی کنار هم دارن، ولی وقتی یه سریال عاشقانه ساخته میشه این شایعات در پی اون کاملا طبیعیه. خب به پایان این ویدیو رسیدیم که قولش رو به خیلی از شما دوستان داده بودم. حتما تو کامنت ها نظراتتون رو برامون benivisید که منتظرشون هستم. مراقب خودتun باشید. خداحافظ. Artık hani dizide de çok harika bir uyumları vardı. Normal gibi bakıyoruz biz yani. Ben de yakıştırıyorum yani Allah için. Tabii canım.